چرا پایان یه رابطه عاطفی سخت و طاقت فرساست؟ اکثر افراد تو رابطه عاطفی به نقطه‌ای میرسن که به خودشون میگن اگرچه این فرد رو دوست دارم ولی این رابطه نیست که به درد من بخوره. دسته‌ای از افراد هستن که به صورت ناخواسته از رابطه ترک و طرد میشن. گروه دیگه‌ای از افراد تو رابطه رفت و آمد میکنن. به خودشون میگن بار آخریه که میبینمش، ولی هر بار با بهانه‌های جدیدتر دنبال شروع رابطه هستن. آیا داروی معجزه‌آسایی برای التیام درد و غم ناشی از پایان یک رابطه عاطفی وجود داره؟ در اینجا باید بگم خیر. پایان یک رابطه عاطفی علاوه بر درد عاطفی، درد فیزیولوژیک هم به همراه داره. پایان یک رابطه عاطفی اولا مثل ترک اعتیاد میمونه. رابطه عاطفی وابستگی میاره. بعداً واکنش‌های زیستی و رفتاری از خودش نشون میده و فرد دچار اضطراب و استرس میشه که باعث میشه از حالت تعادل خارج بشه و به حالت آماده باش در بیاد. و ثانی هم مراکزی از مغز که احساس درد رو برانگیخته میکنه در این مرحله از زندگی فعال میشه.